تنها در 6 ماه اول سال جاری و تنها در ولایت سوخت 395 جنایت خاراکتری اکستریمیستی داشته به قید گرفته شده است. 114 نفر گمانبر شده در این گونه جنایت ها عفو گردیده‌اند. در این باره دادستانی ولایت سوخت حبیب الله واحدوف در جلسه وسیع جنبسته نیم ساله کلگی دادستانی ولایت سوخت خبر داد. در این نشست نایب اول دادستانی کل حاتم نظرزاده نیز شرکت داشت. من در قانونیم با شما گفتم واسه که جنایت‌هایی که خاراکتر تروریستی و اکستریمیستی دارند تمایلی بلوروی دارند. دادستانی ولایت گفت که همه 114 نفر عفو شده و صادر نمودن جنایت‌های پیش بینی شده طبق ماده‌های 307 اشتراک در فعالیت حزب و سازمان‌های ممنوع و 401 جلب غیرقانونی شهروندان برای اشتراک در جنگ‌ها در قلمرو کشورهای دیگر کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان گمانبر دانسته می‌شدند. در همین حال یک منبع از دانان دادستانی به پیام گفت که حداقل 100 نفر از این عفو شدگان آنهایی هستند که بعد حوادث سال 2015 تاجیکستان را ترک کرده بودند، از جمله اعضای سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. سوال به میان می آید که با این شخص بیگناه را گناهکار دانستن و بعد عفو کردن ها مقامات تاجیکستان چه می خواهد؟ شرح کارشناس را در این باره می شنویم. حکومت تاجیکستان بگیم مقامات کشور میتونند از این گونه عفو ها 3 حالت یعنی 3 فایده بینند، بگیم 3 نتیجه به دست بیارد. یکی اینکه میتونند با این دیگراندیشان را زیر نظارت خود بگیرند و دوم با برگرداندن دیگراندیشان و عفو اونها صف مخالفین در خارج کاهش بیابد و کم کنند. و سوم اینکه حکومت تاجیکستان برای مبارزه با افراطگرایی گرانت‌های زیادی به دست می‌آورد و با این راه میتواند صاحب گرانت‌های خوبی هم شود. ولی باز نظر دیگری میتواند اینجا باشد که با این گونه عفوهاشان بگیم پیشوای بین خنک را به ملت همچون فرشته معرفی کنند، یعنی هم یک مهربان معرفی کنند، چگونه که در قضیه اینترنت ما و شما این مهربانی های بین خنک را مشاهده کردیم که گویا نرخ اینترنت را اولا خبر نداشت و در حالتی که خبر شد به حالت اول برگردانید و تا انتخابات 2020 ما و شما فکر میکنم حالا خیلی مهربانی های این پیشوا را مشاهده خواهیم کرد که این هم از جمله فکر میکنم همون مهربانی هاست. کارمندان وزارت کارهای داخلی با راه‌های فشار بالای خانواده ها وعده عفو به خود مهاجر و غیره آنها را از کشورهای خارجی برگردانیده شامل عفو گردانیده اند. یکی از چنین عفو شدگان که 3 ماه پیش به وعده مقامات و فشار والدانش به تاجیکستان برگشته است میگوید عفوی که مقامات وعده میکنند نسبی است، یعنی شما حبس نمیشوید ولی از شکنجه و پرداخت رشوه آزاد نیستید. هر زمان کارمندان دادستانی و وزارت کارهای داخله ما را دعوت میکنند و با هر بهانه لط و کوب کرده پول میکنند.